نفس داشتن عیب نیست، پیرو نفس شدن عیب است. نفس همه انسان ها دارن، نفس تمام مبارک ها داشتن. نفس داشتن عیب نیست، پیرو خواهشات نفس شدن عیب است. وقتی که پیرو خواهشات نفس شدی، این عیب تو است، این خطای تو است. همه این مبارکان نفس داشتن، خواهشات داشتن، مگر آنها چی کردن؟ با نفس خود مجاهده و جهاد اکبر کردن، با نفس خود جهاد کردن، سرزنش کردن نفس خدا، به خاطر رضای خدا ترک کردن آنچه که خواهشات نفسشان بود، به خاطر رضای خدا نرفتن آنجا که رضای خدا نبود، به خاطر رضای خدا نخوردن در آنچه که رضای خدا نبود، به خاطر رضای خدا نگفتن در هلا در آن چیزی که رضای خدا نبود، به خاطر رضای خدا نفس خود از در قبضه و قید آوردن. خداوند از یا اعلان رضایت کرد، خداوند نوری را وارد قلب از یا کرد، هلا حکمتی را وارد قلبشان کرد که هر کدام از این جانشین و نماینده و خلیفه خدا در روی زمین شد.